درود بیکران، به جلسه دهم خوش اومدید. هک اخلاقی، امنیت سایبری، خیلی چیزا رو تا الان گفتیم، اگرچه همه مقدماتی بوده. بریم یه کمی بیشتر داخل حوزه وب و یه سری چیزا رو راجع به ساختار وبسایت آشنا بشیم. اگه یادتون باشه یه چالش انجام دادیم به اسم Inspect HTML و داخل این چالش متوجه شدیم که یه چیزی هست به اسم اینسپکتور و اون اینسپکتور رو ما میتونیم از طریق دیولپر داشبورد، دکمه F12 تو مرورگر فایرفاکس پیدا کنیم اینجا و میخوام یه ذره بیشتر راجع به این اینسپکتور و یه ذره بیشتر راجع به ساختار وبسایت صحبت کنیم. این میشه مقدمه ای واسه این که بفهمیم وبسایت چه شکلیه، چجوری بهش فانکشن میدیم یا کارایی میدیم، چجوری بهش رنگ میدیم، استایل میدیم و در نهایت وقتی که این بیسیک یا ساختار وبسایت رو یاد گرفتیم میریم سراغ هک کردنش که یه ذره بیشتر جذاب باشه. یه چالش هست به اسم اگه اشتباه نکنم بذار ببینم یادم میاد، اسم چالش رو یادم رفته ولی راجع به اینسپکت هست. البته فکر نمی کنم اسمش اینسپکت باشه. بذار منوال سرچ کنم داخل سال 2022 و داخل حوزه وب. خب سال 2022 حوزه وب، چیزی هم که اینجا نداریم، نکنه چالش بردنش. نه، Inspect HTML includes اینه. یه چالش داریم به اسم includes و اگه دقت کنید دقیقا شبیه به چالش Inspect HTML همون تگ اینسپکتور رو داره، همون قسمتی که داخل دیولپر داشبورد هست. بهتون یه چند ثانیه وقت میدم که ویدیو رو پاز کنید، برید ببینید آیا میتونید این چالش رو حل کنید و پرچم رو به دست بیارید. بعدش جواب رو تو این ویدیو میگم بهتون. خب چند ثانیه پاز میکنم و شروع میکنیم. اوکی، امیدوارم تونسته باشید این چالش رو حل کنید. اگه نه اشکال نداره، یک کمی پیشرفته تر از چالش Inspect HTML هست و میخوایم یه سری چیزها رو از این چالش یاد بگیریم. خب چالش هنوز تو حوزه وب هست. سال 2022 کامپیتیشن یا مسابقه برگزار شد و این چالش جزء اون کامپیتیشن بود. تو توضیحاتش میگه یا میتونی پرچم رو پیدا کنی، معمولا باید این دکمه رو بزنیم تا بتونیم بریم داخل توضیحاتش. تو آینده ها میفهمید که این دکمه واسه چیه. یک کانتینر ران میکنه، میگه که go to this website and see what you can discover. برو به این وبسایت و ببین چی میتونی پیدا کنی. بریم به این وبسایت و اینو بعداً توضیح میدم که چیه. البته گفتیم که HTTPS نسخه سکیور شده این HTTP هست، همین چیزی که ما اینجا میبینیم، همین چیزی که وبسایت باش شروع میشه. تو ویدیو بعدی احتمالاً دقیق واسه این توضیح میدم که دقیقاً چی هست، به چه معنا هست، چی کار میکنه و چرا نیاز هست که ما یه ذره راجبش بدونیم. معمولا شاید این ارور رو حتی نبینید اگه که رو براوزرتون ست نشده باشه. خلاصه میگه که on includes و یه چند تا پاراگراف اینجا داره، یه پاراگراف یا یه جمله هم اینجا هست و یه دکمه هست. اگه این دکمه رو بزنم یه پاپ آپ باز میشه، میگه که this code is in a separate file، یعنی کد توی فایل دیگه ایه. و خب شاید فکر کنید که دنبال پرچم میگردیم، درسته با PICO یا پیکو CTF شروع میشه پرچممون. شاید فکر کنید که اگه برید داخل اینسپکت یا برید داخل سورس کد این
پرچم رو پیدا میکنید، ولی خب یک کمی پیشرفته تره از چالش قبلی به نسبت. اینجا ما پرچم رو پیدا نمی کنیم. خب اگه پرچم اینجا نیست و تا الان چیزی که یاد گرفتیم این هست که یا بریم اینجا داخل سورس کد یا بریم داخل F12 دیولپر داشبورد و اینجا رو نگاه کنیم. اگه پرچم رو اینجا مشاهده نمی کنیم پس کجا هست پرچم؟ اگه بخوام این چالش رو حل کنیم باید بفهمیم دقیقاً این چالش چجوری ساخته شده. اگه یادتون باشه قبلاً چالش inspect HTML رو ما خودمون کپی پیست کردیم. اگه یادتون باشه اینجا ما یه وبسایت ساختیم و اگه من این وبسایت رو باز کنم و بیام داخل پیج سورسه یاد گرفتیم که چجوری این رو بسازیم. اگه اون ویدیو رو تماشا نکردید میتونید تو ویدیوهای قبلی راجع به این چالش یاد بگیرید که چجوری ما همچین کاری رو کردیم و چجوری چالش رو حل کردیم. چند تا تگ یاد گرفتیم که چجوری به قولی نویگیت کنیم خودمون رو، بفهمیم کجا به کجا است، کجا هستیم. حالا میخوایم دقیقاً همین کار رو با این چالش انجام بدیم. میریم داخل سورس کد و میایم همه اینا رو کپی میکنیم و میایم اینجا یه فایل میسازیم. برم داخل سشن 10 یا جلسه 10 و بیام اینجا یه فایل بسازیم. من میتونم فایل رو یا اینجا بسازمش یا داخل VS Code بسازمش. این همون IDE بود که باز راجبش صحبت کردیم، گفتیم که بهمون اجازه میده خیلی کارا رو اتوماتیک انجام بدیم. یه تکست ادیتور داره که بهمون اجازه میده تکست ها رو ادیت کنیم همونجوری که از اسمش پیداست و چیز خوبیه، حتما نصبش کنید. راجب اینم تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم، میتونید اونجا رفرنسش رو پیدا کنید. خب من یه فایل میسازم اینجا، اسمش رو میذارم، اسمش رو چی بذاریم سایبر و پسوندش رو .html میذارم. چرا؟ چون میخوام یه وبسایت بسازیم و تمام چیزایی که اونجا کپی کردم رو اینجا پیست میکنم و میخوام ببینم وبسایتم چه شکلی میشه. اگه من سورس کد رو بیارم اینجا پیست کنم، دکمه کنترل اس رو بزنم، این دایره بهمون میگه که فایل بروز نیست، پس کنترل اس رو میزنم که سیو بشه و بروز بشه، اون دایره از بین میره و میتونم وبسایت رو باز کنم ببینم کجا به کجاه. اگه من وبسایت رو باز کنم ما میبینیم که دو تا وبسایت داریم. یه دونه وبسایت که نسخه آفلاینی هست که کپی پیست کردیم و یه دونه وبسایت نسخه آنلاینی هست که داخل پلتفرم پیکو سی تی اف وجود داره. بیایم این اسم رو عوضش کنیم و میدونیم این اسم رو چجوری عوض میکنیم تا قاطی نکنیم. این اسم تو تگ تایتل هست، این تایتله که باز و بسته میشه اینجا. این آن اینکلودز رو من میتونم اسمش رو عوض کنم بذارم سایبر. کنترل اس بزنم، برگردم اینجا رفرش کنم و میبینیم که اینجا سایبر رو داریم و اینجا آن اینکلودز رو داریم و اگه که سویچ کنم بین این دوتا تفاوت رو احساس میکنید. با وجود این که من کل سورس کد رو کپی پیست کردم اینجا رنگ وجود داره ولی اینجا تو نسخه آفلاین رنگ وجود نداره. دلیلش چیه؟ و این که تو نسخه آنلاینه من این دکمه رو بزنم یه پاپ آپ باز میشه و یه چیزی بهم میگه، ولی اینجا تو نسخه آفلاینه هر چی روی این دکمه کلیک کنم اتفاقی نمیافته. وقتی که متوجه بشیم دقیقاً چرا این چیزهایی که میبینیم اتفاق میفته یا بهتره بگم اتفاق نمیفته، اون وقت یه دید عمیق‌تری نسبت به ساختار اولیه وبسایت کسب میکنیم. خب برگردیم به اینجا به سورس کد و نگاه کنیم و اینجا شما یه فایل دارید، درسته؟ فایلی که این سورس کد داخلشه cyber.html یه فایل هست، بعد .html هست. این پسوند سافیکس یا فایل تایپش .html همون چیزی هست که به ما اجازه میده وبسایتمون رو یا ساختار اولیه وبسایتمون رو به زبان HTML بسازیم. و اگه دقت کنید تو این سورس کد یه 2 تا فایل دیگه هم وجود داره. آیا این 2 تا فایل رو میبینید؟
میتونید تشخیص بدید کجا هست دقیقاً. این دوتا فایل داخل لاین یا خط شماره 7، لاین یا خط شماره 11 وجود داره. دقیقاً این فایل و این فایله. چرا؟ چون پسوند دارن. یه دونه فایل داریم به اسم style.css و یه دونه فایل داریم به اسم script.js. اگه احیانا قبلا وب دیولپمنت کار کردید یا با ساختار وبسایت آشنایی دارید، این دوتا فایل خیلی واسهتون آشناه، قطعا اسمش رو قبلا شنیدید. اگه نه تو این جلسه یاد میگیریم. style.css و script.js به دوتا زبون مختلف نوشته شده، دقیقا مثل HTML. چون این cyber.html رو ما اینجا داریم و چیزایی که اینجا نوشته شده به زبان HTML، قطعا داخل این فایل یه زبانی داریم به اسم CSS و داخل این فایل یه زبانی داریم به اسم JS یا JavaScript. و این دوتا فایل رفرنس داده شده اینجا. ما این دوتا فایل رو اینجا رفرنس دادیم، یا با href یا با source رفرنس دادیم این دوتا فایل رو که هی برو این دوتا فایل رو بیار اینجا داخل cyber.html استفاده کن. ولی خب فایل ها تو سیستم ما، تو سیستم آفلاین ما وجود نداره و به همین دلیل وقتی که وجود نداره، هر کارایی و خاصیتی که این فایل داره ما داخل وبسایتمون نمیبینیم اونا. پس چیکار میتونیم کنیم؟ میتونیم بریم این فایل ها رو بسازیم. من اگه برم اینجا و یه چیزی بسازم به اسم style.css و دکمه انتر رو بزنم، این فایل ساخته میشه. ولی تا قبل از این ما همچین فایلی رو نداشتیم. حتی میتونم یه چیز دیگه بهتون نشون بدم. من بذارید این رو دیلیتش کنم و بریم داخل وبسایت آفلاینه و بریم داخل پیج سورسه و بریم نگاه کنیم ببینیم دقیقاً این فایل چی داخلش هست. اگه دقت کنید جایی که ما هستیم اینجا داخل این پوشه، این پوشه، این پوشه و در نهایت این فایل cyber.html. اینو در نظر داشته باشید. وقتی که رو این کلیک میکنم میره داخل style.css و میگه که فایل not found، فایل پیدا نشد. ولی اگه بیام اینجا این فایل style.css رو بسازم و برگردم اینجا و باز برم تو سورس کد، برم داخل style.css، اون خطا رو به هم نمیده، ولی خب هیچ چیزی هم داخل این فایل نیست، ولی حداقل میدونیم این فایل وجود داره. و اینجا هم مشاهده میکنید که style.css تو مسیرمونه، تو دایرکتوریمونه. خب چی کار میکنه این style.css؟ ما اینجا واسه وب دیولپمنت نیومدیم، ولی خب میخوایم یه چیزای کوچیکی ازش یاد بگیریم. تو style.css مثلا میتونید یه چیزی بنویسید مثل body. این بدنه وبسایتتون رو تعریف میکنه و میگید مثلا داخل بدنه وبسایتم میخوام یه چیزی نصب کنم. مثلا چی میخوام نصب کنم؟ داخل بدنه وبسایتم میخوام یه بک‌گراند کالر نصب کنم و میخوام مثلا بک‌گراند کالر رو بذارم رنگ گری یا خاکستری. و وقتی که من اینو سیو کنم، کنترل S رو بزنم، تو بدنه وبسایتم، تو بادی وبسایتم یه بک‌گراند کالر که خاکستریه باید نشون داده بشه. و اگه دقت کنید این بدنه وبسایت کجا هست؟ اینجا هست. این تگی که تگی که ما داریم اینجا، تگ بادی یا اوپنینگ تگ و کلوزینگ تگ، این دقیقا همون چیزی بود که تو جلسات قبلی صحبت کردیم. و مثلا این قسمت تگ h1 یا تگ پاراگراف یا p همون چیزایی هست که تو بدنمونه، تو بدنه وبسایتمونه. پس وقتی که من میرم اینجا و اینجا اینو میبینم، این تگ h1 رو میبینم یا تگ پاراگراف رو میبینم، این جزء بدنه وبسایته. پس منظور اون از بادی یا بدنه وبسایت یا تگش این هست. و اگه من الان دکمه رفرش رو بزنم، میبینید که یه رنگ به وبسایت من اضافه شد. و این کار کی بود؟ کار این زبون CSS بود
که من داخل زبان CSS یه رنگ رو تعریف کردم، به بدنه یه رنگ دادم و اینجا مشاهدهش میکنیم. خب ما داخل اینجا چیزی نمیبینیم به اسم رنگ بدنه، درسته؟ داخل فایل HTML مون، ولی هر کاری که تو این فایل اتفاق میفته رو این وبسایتمون، رو این بدنه وبسایتمون تأثیر میذاره و این یه اسم داره. اسمش رو تو این پاراگراف نوشته، بعداً میخونیمش. یه ذره انگلیسیش سخته. دقیقاً مثل style.css یه فایل دیگه داریم به نام script.js و من اگه برم اینجا، برم تو source code، من برم تو style.css، دقیقاً این چیزی که تعریف کردیم تو بدنه وبسایت رو میبینیم. ولی اگه برم داخل script.js این فایل نیست. چرا؟ چون فایل تو سیستم آفلاینمون وجود نداره. بیاد بسازیمش. اگه بسازیمش script.js اینجا میتونیم یه چیزی رو تعریف کنیم. مثلا اینجا داخل وبسایتمون این دکمه کار نمیکنه، درسته؟ میتونیم تعریف کنیم واسه این دکمه که یک کاری رو واسمون انجام بده. یه فانکشن میتونیم تعریف کنیم. به کدش خیلی زیاد اهمیت ندید، ولی فانکشن رو اینجوری تعریف میکنن. ما باید اینجا دکمه‌مون رو پیدا کنیم. دکمه با تگ باتن شناسایی میشه. این تگ باتنه، این هم کلوزینگ تگشه، این اسم دکمه هست و این یه فانکشنی هست که به دکمه وصل شده. ولی خب این فانکشن جای دیگه ما نداریمش. اسم فانکشن greetings هست، ما میتونیم اسمش رو مثلا بذاریم های، هیچ فرق نمیکنه. و مثلا فانکشن های رو میتونیم واسش تعریف کنیم که چی کار کنه وقتی روی این دکمه کلیک کردیم. من کنترل اس رو میزنم و میرم اینجا یه فانکشن رو تعریف میکنم. میگم فانکشن های رو ما میخوایم یه کاری واسمون انجام بده. چه کاری؟ مثلا یه پاپ آپ بیاد و تو این پاپ آپ بگه سلام، یا بگه درود، یا بگه بدرود. و وقتی که سیو کنم، برم اینجا رفرش کنم، روی این دکمه کلیک کنم، یه پاپ آپ باز میشه و از من خداحافظی میکنه. و اگه برم تو سورس کد و برم تو script.js، اون فانکشنی که تعریف کردیم رو اینجا میبینیم. کاری دقیقاً به فانکشنه نداریم، کاری نداریم حالا جاوا اسکریپت چجوری نوشته میشه، چجوری کار میکنه. به این کار داریم که ما توانایی این رو داشته باشیم که بفهمیم ساختار اولیه وبسایت چه شکلیه، این فایل ها چی هستن و غیره. حالا که متوجه شدیم این فایل ها چی هستن، بریم اسمشون رو هم یاد بگیریم. اینجا تو این پاراگراف اسمشون رو نوشته. من حتی برم تو وبسایت و یه ذره زوم کنم، شاید بهتر باشه واسه خوندن. من انگلیسیش رو میخونم، بعد یه توضیح فارسی واسش میدم، چون فکر میکنم انگلیسیش یه ذره سخت باشه اگر آشنایی کامل نداشته باشید. میگه Many programming languages and other computer files have a directive, often called include. در اصل منظورش این هست که یه سری فایل ها تو کامپیوتر هست که به اسم include، یا اینو چجوری ترجمه کنم؟ include یعنی به همراه داشتن. اون فایل ها به اسم به همراه داشتن، یعنی به همراه سیستم میاد، به همراه فایلمون میاد، اسمش اینه. بعضی وقتا اسمای دیگه هم داره. sometimes copy or import، یعنی بعضی وقتا بهش میگن چیزایی که کپی شده یا چیزایی که import، یا فکر کنم import رو میدونید چی هست، import شده. بعد این فایل ها یه سری کارها انجام میدن. چیکار انجام میدن؟ میگه که that causes the contents of a second file to be inserted into the original file. یعنی چی؟ یعنی این که این فایل هایی که به همراه کدمون میاد، منظورش این دوتا فایل. مثلا یه کد داریم اینجا، یا یه به قولی فایل داریم اینجا مثل cyber.html، ولی یه فایل به همراهش میاد، اونا رو اسمش میذارن included files, copy files or imported files.
دقیقاً چیزی هست که ما تو این خط و تو این خط داریم. یه فایلی داریم که به همراه یا به قولی اینکلود کردیم، ایمپورت کردیم، رفرنس دادیم این دوتا فایل رو. و چیکار میکنن این فایل ها؟ That causes the contents of a second file to be inserted into the original file. این چیزهایی که داخل این دوتا فایل هست، کد، هر چیزی، باعث میشه که اینجا تأثیر گذاشته بشه. باعث میشه که ما کاری که داخل مثلا این style.css انجام دادیم، کدی که نوشتیم رو، تأثیرش رو اینجا داخل HTML فایل HTML مون ببینیم. مثلا یه رنگ دادیم تو style.css، یه فانکشن اینجا تعریف کردیم داخل script.js، تأثیرش رو داخل این cyber.html میبینیم. و اگه بریم اینجا و ادامهش رو بخونیم، میگه که these included files are called copybooks or header files. اسم اصلی این فایل هایی که به همراه داریم یا به قولی اینکلود شدن، ایمپورت شدن، کپی شدن، اسمشون هدر فایله یا کاپی بوکسه. این هدر فایل یعنی فایل هایی که تو بخش هد یا بخش هدر اون HTML مون هست، یه اسم انگلیسی داره. بهتر هست که با اسم انگلیسیش آشنا بشیم. هدر فایلز یا کاپی بوکس. کاپی بوکس رو کمتر استفاده میکنن، هدر فایلز رو بیشتر استفاده میکنن. و اگه ادامه بدیم میگه که they are often used to define the physical layout of program data, pieces of procedural code and or forward declarations while promoting encapsulation and reuse of code. منظورش این هست که این فایل ها، هدر فایل ها، همین script.js یا style.css، physical layout مثلا مثل رنگ، program data، procedural code مثل همین کد یا فانکشنی که ما واسه این دکمه تعریف کردیم، این دیکلریشنی که اینجا نوشته، این کارها رو انجام میده، کاراییش اینا هست. و در عین حال promoting encapsulation, reuse of code. این encapsulation و reuse of code یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما اینجا یه فانکشن داریم به اسم های، درسته؟ و این فانکشن های به این دکمه اتصال دادیمش و این فانکشن های یه کارایی واسمون انجام میده. از کجا میتونیم بفهمیم؟ میریم داخل اینجا و نگاه میکنیم ببینیم فانکشن های چه کاری رو انجام میده. مثلا الان یه خط فانکشن داریم ولی میتونیم مثلا 100 تا خط فانکشن داشته باشیم. ولی خب هر جا که خواستیم از اون 100 تا خط استفاده کنیم، کافی هست این فانکشن رو به یه دکمه، به یه چیزی وصل کنیم. چرا؟ چون این قضیه همون encapsulation, reuse of code به ما میگه که ما لازم نیست هر بار 100 تا خط بنویسیم واسه کاری که میخوایم انجام بدیم. یه بار یه جا توی فایلی مثل script.js تعریفش میکنیم و بعد مجددا استفادهش میکنیم هر جا که خواستیم. اگه 10 تا دکمه من داشتم اینجا، فقط کافی هست که به یه فانکشنی اتصالش بدم مثل فانکشن های، یا میتونیم یه فانکشن دیگه بنویسیم مثل فانکشن buy، مثل فانکشن hello، هر چیزی. منظورش از encapsulation یا reuse of code این هست، استفاده مجدد از کد. امیدوارم متوجه شده باشید دقیقاً چه اتفاقی میفته. اگر نه میتونید مجدد ویدیو رو نگاه کنید، چند بار برید روش، چون اون کانسپت یا اون ایده هایی که داخل این چالش وجود داره توضیحاتش یه ذره پیشرفته تره. اگر احیانا متوجه نشدید، مجدد این ویدیو رو ببینید، یه بار خودتون این رو بسازید، کامل دستتون میاد. خب تا اینجای کار متوجه شدیم که ما الان یه وبسایت داریم، یه چند تا فایل داخلش وجود داره که این فایل ها تاثیر میذارن داخل وبسایتمون و وقتی که بریم تو سورس کد میتونیم محتوای این فایل ها رو ببینیم، مثل style.css، مثل script.js. خب
الان که این رو متوجه شدیم، برگردیم داخل فایل آنلاینه یا به قولی وبسایت آنلاین تو پلتفرم PicoCTF و بریم دقیقاً همین کارا رو داخل اینجا انجام بدیم. بریم تو سورس کد و بریم تو style.css و میبینیم که داخل style.css یه جا اینجا هست که ما فلگمون رو داریم. این آکولات بازه اینجا وجود داره ولی خب آکولات بسته رو نداریم، پس کدمون کامل نیست یا پرچممون فلگمون کامل نیست. اینجا هم وقتی که بخونیم نوشته PicoCTF. میدونم این انگلیسی کلاسیک نیست ولی خب قابل خوندنه. در اصل یه جورایی به قولی بهش میگن elite speaking inclusivity نوشته. این یک آی هست، مثلا N که N هست، C که C هست، L که L هست، U و 5 S هست. inclusivity اینجوری خونده میشه. بعد نوشته 1 از 2، یعنی یک قسمتی از پرچم رو داریم و ما باید کل پرچم رو کسب کنیم. خب 2 تا سوال پیش میاد. یکی این که ادامه پرچم کجا هست و 2 این که چرا این کد تأثیر نذاشت رو اون رنگ وبسایت الی آخر. این رو راجعش صحبت میکنم. برگردیم و داخل script.js نگاه کنیم. میبینیم که داخل script.js یه فانکشن هست ولی خب یه چیزی هم اینجا نوشته و آکولات بسته است که احتمالاً ادامه پرچممونه. پس ما میتونیم این رو کپی کنیم، اینجا مثلا داخل یه تکست ادیتور پیست کنیم، برگردیم این رو هم کپی کنیم داخل یه تکست ادیتور پیستش کنیم و کل پرچم رو داشته باشیم. این کل پرچممونه. من اگه اینجا کپی پیستش کنم و بتونم این رو بخونم، PicoCTF open curly bracket inclusivity 1 of 2، اینم FTW هست. فکر کنم باش آشنایی دارید، حداقل اگه گیمر هستید. for the win FTW 2 of 2 و یه کد رندوم مثل همیشه واسه مقابله با به قولی آنتی چیتینگ، مقابله با تقلب کردن. و اگه که سابمیت کنیم میبینیم که این چالش کامل حل شد. خب بریم سراغ این که ما اون 2 تا چیزی که داشتیم اینجا رو، 2 تا فایلی که داشتیم اینجا رو، این 2 تا script.js و style.css یه سری چیزای اضافی داشتن اینجا و چرا وقتی که مثلا من رو این دکمه کلیک کردم اون تیکه از کده، اون تیکه از پرچمه به من نشون داده نشد. اینجا قبلا راجع به کامنت تگ داخل زبان HTML صحبت کردیم. گفتیم که داخل زبان HTML اگه من یه چیزی بنویسم اینجا، مثلا فرض کنیم میخوام بنویسم که below paragraph is for header files، یه چیز الکی، ولی میخوام بقیه اینو نبینن، فقط کسایی که میرن تو سورس کد، دیولپرها اینو ببینن. اگه من اینو تو حالت عادی سیو کنم و برگردم اینجا و رفرش بزنم میبینم که این اینجا مشاهده میشه. ولی خب میتونم این رو یه تگ بهش بدم. تگ رو هم داخل زبان HTML اینجوری بهش میدن، یه علامت کوچیکتر، یه علامت تعجب و 2 تا خط فاصله. خط فاصله اول رو میزنم و خط فاصله دوم رو بزنم، قسمت کلوزینگ تگش رو واسه ما اتوماتیک میسازه از خواص VS کد و هر چیزی که بین این 2 تا تگ باز و تگ بسته بنویسم کامنت تگ بهش میگن. اینو اگه کپی پیست کنم اینجا و سیو کنم، این دیگه به عنوان کد نشون داده نمیشه، به عنوان کامنت نشون داده میشه و برگردم رفرش کنم میبینم که نیستش. ولی خب اگه برم تو سورس کد اینجا مشاهده میکنید این رو
و دقیقاً چیزی شبیه به این تو زبون CSS داریم و تو زبون JS یا جاوا اسکریپت داریم. اگه بریم اینجا و بریم داخل مثلا style.css و میخوایم مثلا یه چیزی اینجا بنویسیم hello، اگه بخوایم این رو به عنوان یک کامنت در نظر بگیریم، ما این رو بین دو تا opening and closing tag میذاریم. opening and closing tag تگ باز و تگ بسته شدن. این کامنت داخل زبان CSS اینه /star// یعنی این تگ باز، تگ بسته و چیزی که میخوایم کامنت بشه رو میذاریم بینش. فکر کنم یه اینتر از ما کپی میکنه، اشکال نداره، اینجا مینویسمش و من اینو سیو کنم، برم اینجا رفرش کنم و اگه برم تو سورس کد میبینید که هیچ هلوی اینجا نیست. ولی اگه برم تو سورس کد، برم تو style.css، این هلو اینجا هست. همچنین داخل زبون JS هم اگه بخوام بنویسم، کد باز کردن و کد بسته کردن نداریم. یک کد داریم به اسم دو تا فورورد اسلش رو اگه بذارید و هلو رو مثلا بنویسید اینجا، میتونید ببینید که این هلویی که اینجا نوشتید به صورت یک کامنت در میاد، رنگش هم خاکستری شده. و اگه بریم اینجا و بریم داخل فایل جاوا اسکریپت، این هلو رو میبینید. ولی خب اگه من اینجا رفرش کنم و این دکمه رو بزنم، این هلو اینجا مشاهده نمیشه. چرا؟ چون جزء کد نیست، یک کامنت هست. و این کل چیزی بود که میخواستم تو این ویدیو بهتون نشون بدم. امیدوارم یاد گرفته باشید. یه نکته نهایی بگیم که این چه ربطی به امنیت سایبری داره. بعضی وقتا یه سری اطلاعات ممکن هست یه جایی از وبسایت باشه که یوزرهای عادی باهاش آشنایی ندارن. مثلا شاید شما به عنوان یه یوزر معمولی به عنوان یه کاربر معمولی با این آشنایی نداشتید که آره یه سری فایل ها هست، ما میتونیم بریم داخل سورس کد، میتونیم یه سری فایل مثل style.css یا script.js رو ببینیم و ممکن هست اطلاعات خیلی مهم داخل این style.css یا script.js باشه و اگه اون اطلاعات پسورد باشه مثلا، وبسایت ما رو، امنیتش رو به خطر میندازه. و این فایل ها با اینکه جزء فایل های معمولی و فایل های عادی یک وبسایت هستن، در کل یه مقدمه یه آشنایی واسه این طرز تفکر به شما میده که آره یه سری قسمت ها تو وبسایت هست که یوزرهای عادی ممکن است باهاش آشنایی نداشته باشن، ولی خب کسایی که تجربه بیشتری دارن قطعاً با این آشنایی دارن و اگه بتونن اون فایل ها رو برن داخلش، محتویاتش رو ببینن و اگه محتویاتش یه چیزی مثل پسورد یا یه چیزی بالاخره امنیتی داخلش باشه، ممکن است امنیت وبسایتتون رو به خطر بندازه. و خب با این سری از فایل ها بیشتر آشنا میشیم، با این تکنیک ها بیشتر آشنا میشیم، با این ترفندها تو جلسات آینده بیشتر آشنا میشیم و میفهمیم که چه چیزایی هست که ما میتونیم بریم نگاه کنیم، سرک بکشیم، چه چیزایی هست که داخل وبسایت تو حالت عادی قابل مشاهده نیست ولی با یه سری ابزارها قابل مشاهده هست و چجوری میتونیم با استفاده از اونا شاید امنیت یه وبسایت رو به خطر بندازیم و وبسایت رو هک کنیم. یواش یواش میریم جلو و با این قضیه آشنا میشیم. امیدوارم این چالش بهتون کمک کرده باشه که یه آشنایی بیشتر با امنیت وبسایت، ساختار وبسایت، حداقل فعلا ساختار وبسایت داشته باشید و اینکه یه چیزی رو یاد گرفته باشید. خب ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه که ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، حتما کامنت بذارید و تو ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا